سلام و درود خدمت همه عزیزان. وقتتون بخیر. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید. امروز خواستم بهتون ترشی آموزش بدم. یه ترشی هستش که خیلی ساده و سریع آماده میشه و میتونید خیلی راحت و زود اون آماده کنید که حتی به ذائقه خودتون بستگی داره. میتونید از چند نوع سیفیجات که در دسترس دارین استفاده کنید یا هر کدوم اینا رو به تکی استفاده کنید. حالا از مخلوطش من براتون آماده کردم که هویج داریم، گل کلم، کرفس، پیازای ریز، چند حبه سیر و برگای خود کرفس که میخوایم داخلش استفاده کنیم. و برای طعم دهنده هاش میتونیم از چند حبه سیر و تخم گشنیز، گلپر و سیاه دونه داخل اینا استفاده میکنیم. این ترشی خیلی راحت آماده میشه. میتونیم ظرفی که مورد نظرمونه رو آماده کنیم، این ظرفمون. و در ضمن که خدمتتون عرض کنم که قبلا به اصطلاح سفیجاتمون شسته شده، خورد شده و به اندازه 1 روز یا 2 روز در فضایی که تونستیم پهنش کنیم آب اینا گرفته شده باشه، که آب نداشته باشه که کپک زد میشه. کلممون رو مثلا تو ظرف مورد نظرمون میریزیم. هویج داریم اضافه میکنیم. برگای کرفسی که گفتم خدمتتون خرد شده شو اضافه میکنیم و کرفس و حالا به دلخواه دیگه پیازای ریزی هم که به اصطلاح گذاشتیم در فضای باز باد خورده و آماده شده و مقداری سیاه دونه گلپر و تخم گشنیز دلخواهه و سلیقه‌ای و مقدارش هم دست خودتونه. اینا رو هم اضافه میکنیم. البته اگر بخوایم این رنگ خودش باشه که خب یه رنگ چند رنگ و طبیعیه، و اگه بخوایم رنگ ترشیمون یه رنگ خاص باشه، یه رنگ قرمز رنگ داشته باشه، میتونیم از لبو استفاده کنیم که بهش یه رنگ قرمز میده و کاملا زیبا و طبیعی. میرم به دلخواه، اگه خواستین اضافه میکنین، نخواستین نمیکنین. و اگر نخواستین میتونید به جای لبو از زردچوبه استفاده کنید که یک رنگ زرد رنگ بهتون میده و اینا که یک رنگ قرمز بهتون میده. و به دلخواه میتونید چند حبه سیر هم بهش اضافه کنید برای اون عطر و طعم خاصی که داره. بعد به موادمون نمک اضافه میکنیم. بعد از نمک میتونیم سرکمون رو اضافه میکنیم به موادمون و اینا رو مخلوط میکنیم که همشون با هم کاملا مخلوط بشه و مواد به خورد هم دیگه بره. و چون سرکه بهش اضافه کردیم مطمئنا خیلی ترش خواهد شد، یه دونه نبات تو ظرف مورد نظر که میخوام یه قطعه نبات هم میندازیم که از اون تندی و ترشیش کم بشه و این انتقال میدیم به ظرفی که مورد نظرمون هست. به همین سادگی درشو محکم میبندیم و یه جای خنک نگهداری میکنیم تا میتونیم حداقل اینکه 5-6 ماه از این ترشی به راحتی استفاده کنیم. دوستان آموزش دوممون که
ترشی پیازای ریز و قرمز رو میگیریم، پوست میکنیم، 1-2 روز در معرض هوا قرار میدیم. تو ظرف مورد نظرمون میریزیم، مقداری بهش نمک اضافه میکنیم، نعنا یا پونه هر کدوم که در دسترس داشتید اضافه میکنیم. چند حبه سیر بهش اضافه میکنیم. اگر این ترشی کلا رنگش خودش قرمز میشه به علت قرمز بودن پیازش، ولی اگر خواستون قرمزی بیشتر باشه میتونید یه تیکه لبو داخلش استفاده کنید. سرکمون رو بهش اضافه میکنیم. به همین راحتی و سادگی به ظرف مورد نظر انتقال میدیم، درش رو محکم میبندیم و جای خنک نگه میداریم و بعد از 1 هفته قابل خوردن و استفاده است. نوش جانتون.